امیده اینجا چی گپ؟ نوشاکی دارید نوشاکی می‌نوشه. نه اصلا این برای شیرینی است. من نفهمیدم که در استکانی پلاستیکی شیرینی تیار میکنند. ما شیرینی رو میخوریم یا اینکه مینوشیم؟ میخوریم اصلا. من فهمیدم با این استکانچه ها شما با شیرینی یکمچه ایلوه میکنید ها؟ نه اصلا ما در خود استکان شیرینی تیار میکنیم. خیلی بازی تیار میکنیم میبینیم مخصوص شیرینی در استکان چی هست. مالی ما از چی سر میکنیم؟ از سلام با تماشابینان. من از خاطرم برنامه است. سلام تماشابین عزیز، چون هر وقته این برنامه شیرین نکس و من اصل با همراه پای امیده و شما بخترین شیرینی ها را یاد میدهیم. البته ما در هر برنامه کوشش میکنیم که نمودهای گوناگون شیرینی ها به شما یاد دهیم. و در این برنامه پای امیده کیمچی خیلی نوشاکی آماده میکنند. نه نوشاکی نه تماشابینان عزیز، بلکه شیرینی. آن را تیرامیسو یا اینکه ترایفل هم میگویند. نفهمیدم. تماشابین عزیز، من شما رو نمیدونم ولی برای من خیلی هم عجیب است. بیاید یک جای تماشا میکنیم و میآموزیم. خب ما کار رو از چه آغاز میکنیم؟ ما از میده کردن بیسکویت آغاز میکنیم. دست پوشک چی؟ ما باید بیسکویت رو میده کنیم، از این رو دست پوشک ها به ما خلال میرسونند. مثل خوکه؟ بله. نیکیم بیسکویت رو برای چی باید میده کنیم؟ که قدر زیباست کو؟ برای شیرینی که ما آماده میکنیم بیسکویت رو باید رنگ خوکه کنیم. مگر دیدتون با همین بیسکویتی بیچاره نمیسوزد؟ این رو ببین چه خیلی میده هست. تماشابین عزیز، برای آماده کردن بیسکویت با ما 10 دانه تخم، 200 گرم شکر، آرد و مواد کاهو کننده لازم می شود. اگر خواهید میتوانید ونیلین یعنی مواد خوشبویی کننده هم اضافه کنید. اگر میده نکنید نمی شود. نه اصلا. برای چی؟ این شیرینی مخصوص باید میده. از بیسکویت های رنگش دیگری استفاده بریم چی؟ میشود اصلا. شکلاتی هم میشود. البته. نمیشود به جای این بیسکویت رو پختن باز میده کردن ما از کلچه قنده هایی در مغازه ها میفروشن همون خیلی استفاده بریم. البته میشود اصلا. بعد به مزه میشود. البته. اپا میده نمیشود همین رو کلان کنیم. این خیلی کم تزیباتر میگوید. آن خیلی کمی بزیب ها؟ البته. او اپا میده این قدر سوس میتونید نه که شدم. تو چخانی آخه؟ میدونم. تمام؟ بله. انا تماشابین عزیز ما الکی بیسکویت رو میده کردیم. با ما با چیز لازم میشود؟ از ما قلوفینای رو گرفتم میده میکنیم. بله تماشابین عزیز ما قلوفینای رو میده میکنیم. نه این خیلی نه اصلا. چی خیلی؟ اول برگش رو جدا کرده. تو برگش رو جدا کن من میبرم. بله. چرا اکنون بیسکویتی بیچاره رو میده کردیم و قلوفینای رو نه؟ قلوفینای بزیب میشود. بیسکویت مگر بزیب نشد؟ نه اصلا. من خدا میده کنم میشود؟ نه اصلا. برای چی؟ تو که میده کردی رای بعد خودت فایده. هیچ گپ نه. هیچ گپ نه. همین شیرینی رو برای من میپزید کو. وقتی پختم تمام کردم بعد تو میخوری. اگر همین خیلی خورم هیچ گپ نه کو. نمیشود کم ترک از بیسکویت، کم ترک از کریم، کم ترک از قلوفینای خورم میشود؟ خودش تیار. اما آماده کنیم خوبتر نیست؟ نه. او اپا میده تستر جمید من اوکی شدم. تو مگر گرسنه نشدی؟ البته. یکم بار مرا سر دیده بودید؟ البته نه. اکنون تماشابینان عزیز ما خلطچه را با کریم پر کرده شیرینی ما را آماده میکنیم. فراموش نکنید که ما برای کریم از خمیس 2% استفاده میبریم. تماشابینان عزیز ما اول در استکانچکا بیسکویت میده کرده را میریزیم. این قدر میریزیم. کم نیست؟ نه اصلا از الکه با چند چیز دیگر اضافه میکنیم. نزدیکتر مونید؟ کفایه است؟ کفایه. انا دیدید اصل چه خیلی میتونه تماشابین عزیز. بله شما را تماشابینان عزیز از اصل یاد گیرید. اکنون کریم میکنیم. و قشق مونید نمیشود؟ این خیلی زیباتر میبید. بله. اپا میده. دید من هم بس ما کمک کنم.
تو مگر باز خوردن میخوایی؟ نه میخوام با شما کمک کنم. آخر تو غیر از خوردن دیگه کمک کردن نمیتونی. میتونم گول میمونم. حاضر اصلا دو تاش رو میمونم تو بمون. 3 تاش رو. زیبا شد. چه زیبا کردی؟ بله. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون قلفینه رو میگذاریم. با هم روی دستونه؟ نه. قاشقچه؟ البته. فهمم. بس است؟ البته. میشود به جای قلفینه از دیگر نمود میوه استفاده بریم؟ البته اصلا. یعنی گفتین که کارتوشکا و سبزی هم میشود؟ کارتوشکا و سبزی این سبزوات است کو؟ با سبزوات بمزه میاد؟ البته. این شیرینی است کو اصلا. و پیمیده چرا جیتی نکرد؟ چون که به وضع تر می شود. پیمیده قلفینه بود شد کو؟ ما چیکار میکنیم؟ ما مرمینجان استفاده میبریم. اگر من میجان هم بولازد میشود؟ البته اصلا. و فکر شما قلفینه بمزه تر است یا اینکه مرمین جان؟ برای من هر دوشان پسند میآیند. برای من چی؟ برای تو هم باوری دارم همش پسند است. میشود از سیب، افلیسون یا اینکه بنان استفاده برم؟ البته اصلا. بینید من گلا کردم. خیلی زیبا. انا اکنون با بیسکویت میتوزیم. باز بیسکویت. بله. قبط دویم رو نیست با بیسکویت میکنیم. اگر همین خیلی قبض مونم نمیشود؟ نه کمتر میشود. اگر کمتر شود چی میشود؟ این شیرینی است که ما باید استکان رو پر کنیم اصلا. اگر پر نکنیم چی؟ اگر پر نکنیم تو سیر نمیشوی. هم بله. اکنون با باز کریم گرفته روش میدیم. قبض سیوم ها؟ البته. با من هم دید یک من میکنم. نه اصلا. من یاد گرفتم کو. حاضر من میکنم با تو کن. مایلش. این کریمش رو نمیشه دیگر رنگ کنیم، مثلا شکلادی. میشود اصلا. بعد برای چی نکردیم؟ من این نمودش رو کردیم. چرا این نمودش رو کردید؟ برای که همین نمودش خوبتر است. اون نمودش خوب نیست؟ اون نمودش هم خوب است ولی این خوبتر است. پس برای چی اون نمودش رو نکردید این نمودش رو کردید؟ ای اصلا کفایه. یعنی گفتید که تیار شد میخوریم؟ نه سوال کفایه است. برای چی سوال کفایه است؟ مگر به شما سوالای من پسند نیست؟ بله پسند است ولی کار رو تستر کردن در کار. اکنون باز با مرمین جان آرایش میدیم. البته اصلا. بیاد آرایش را گول میکنیم با مرمین جان. من میتونم. شما تو بهتر بطور شد. خودت کن و بطور خودم. مایلش. من کفایه است.
من هم یاد گرفته ایستادم. من باشم قناد میشوم. البته اصلا. شما کلان شوید چی میشوید؟ من هم قنادم. حالا قنادید ولی اگر کلان شدید بعد چی میشوید؟ من الکی کلانم. тамошобинони азиз, ширинии мо омода шуд. Акнун мо вайро мечашем. میچشید؟ یا اینکه مینوشید؟ Мечашем аслан. اینو چطور میچشید؟ نمیشود کو؟ мешавад. Анаса. Уи мечашем. ها با مثل یخموس؟ албатта аслан. فهمم. بمزه هم؟ хеле ҳам бомаза. ولی مرمینجان کمی تروش. агар маминҷон ширини бад ҳам бошад, он қадар мазааш хуб намешавад. тамошобинини азиз, ширини дар истаканчаҳо хеле ҳам боваззат будааст. шумо метавонед дар шароити хона инчунин шириниҳоро тайёр намоед. албатта ва акс гирифта ба сомонаи инстаграми мо shirinag.tj равон кунед ва мо ба шумо тӯҳфа медиҳем. тӯҳфаҳо албатта шириниянд. бале асад. дар барномаҳои навбатӣ барои шумо кӯшиш мекунем ки шириниҳои навро нишон диҳем. албатта фаромӯш назодед ки танҳо дар барномаи ширинаг мо ҳамаи сирҳои қанодиро мекушем. ҳамин кам не? албатта асад. ҳоло бошад мо ба шумо хайру хуш мекунем. то барномаи навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.